مامان من هر وقت نمیدونست شام چی درست کنه با چند تا سیب زمینی توی آشپزخونه راه میرفت و میگفت سرخش کنم، کتلتش کنم. ما میگفتیم روبوی شکمپر. آخه خیلی خوشمزه است لامصب و درست کردنش هم فقط چند تا نکته کوچیک داره. مثلا اینکه سیب زمینی فقط 25 دقیقه آب پس شه و نذارین له شه. نیازی هم نیست داغ داغ رندشون کنین و وقتی سرد شدن رندش کنین. پیج منم دنبال کنین و با بعد نمک، فلفل سیاه، فلفل چیلی، زردچوبه، آرد سوخاری، نعنای خشک، پیاز رندیده‌ای که 70% آبشو گرفتین، یه حبه سیر کوچولو و 2 تا تخم مرغ، حسابی ورزش بدین و 1 ساعت بذارینش یخچال. شوخی کردم گفتم پیجمو دنبال کنینا. اینقدر غذاهای خوشمزه آموزش دادم حتما چاق میشین. توی این مدت پیاز رو با نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، فلفل قرمز و آبیشن تفت بدین تا سبک و طلایی رنگ بشه. قارچ رو هم نگینی خورد کنین و با پیازها تفتشون بدین تا آبشون کشیده شه و کمی طلایی رنگ بشن. حالا رب گوجه رو باهاش تفت بدین تا بوی خامیش گرفته شه و حتما یه لقمه ازش بخورین که جون داشته باشین باقی راه رو برین و گوشت چرخ کرده رو بریزین توش و با حرارت کم قشنگ نیم ساعت تفتشون بدین که بپزن و بذارین کنار سرد شه. حالا با دست خیس به کوکوها شکل بدین، وسطش یه حفره ایجاد کنین، موادی که درست کردین رو بریزین لاش و دستهاش رو خوب ببندین که حین سرخ شدن بیرون نریزه و وقتی یک دست شد توی روغن داغ 2 طرفش رو سرخ کنین. به همین سادگی. به به رنگ و روش رو ببین آخه یه چیزی بین کتلت و کوکو و اگه پنیرم داشت پیتزاست. راستی وسطش رو میتونین با هر چی دوست دارین پر کنین، مثل مرغ، قارچ و سبزیجات. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس.